فقط در صورتی که نمیدونیم. یوگا رو چی تعریف میکنیم؟ قطعاً یه سریامون به حرکات یوگا میشناسیمش. حرکات انعطافیش یا حرکات قدرتیش. یا یه سریامون به مدیتیشن و تنفس و آرامشش. اما واقعیت یوگا چیه؟ یوگا 8 مرحله داره که آساناها یا همون حرکات یوگا فقط 1 مرحله از این 8 مرحله‌ن. پرانایاما 1 مرحله دیگه بعد آساناها و مدیتیشن 1 مرحله دیگه. 5 مرحله دیگه باقی مونده.